درود با شما دوستان عزیز ابوناچیان کانال مجید کلوبی. امروز بهر شما یک خبر ناخوش داریم. خبر ناخوش را خواستیم بهر شما برسانیم که شما هم بی‌طرف نمانید و در حق استاد دعاگو باشید. سنه 23 یعنی امروز از بین ما هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان سید مراد مردانов در سن 85 سالگی از بین ما رفت. این دنیا را پدرود نمود. دوستان عزیز، بهر استاد چی گفتنیم؟ روحت شاد، خانه آخرتت آباد بود. و از شما نیز طلبگار هستیم دوستان عزیز در حق استاد دعاگو باشید، زیرا که زندگی خود یک مجرای مثل آب است که تیز میگذرد، ما حتی خودمون درک نمی‌یابیم. که شاعر میگوید زندگی میگذرد، ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرد، ما همه میمیریم. ولی دوستان عزیز، بار دیگر در آخر بهر استاد چی گفتنیم؟ خدا جایش را جنت الفردوس و روحش را شاد گرداند. آمین.